حاجی جواب سوال 4 رو موندم. نمیدونم حاجی، بذار فکر کنم. به به، میبینم داری امتحان میدی و حسابی هم گیر کردی. ای وای یا اول فصل، انگار وقتی خواب بودم خیلی اذیت کردی. خب این ذات منه. حالا به این چند تا سوال جواب بده. دقت کردی تو منوی رستورانا بغل اسم غذا عکس غذا هم هست، ولی تو خونه برای غذای مامانت نه عکسیه نه تضمینی. پس نتیجه میگیریم که عشق از اعتماد بزرگتره. ها؟ نه خب اونو نخوری خب گشنه میمونی، طبیعیه. ایول یک ما بلبل زبونی هم بلدی. حالا اینو جواب بده. شده که تا حالا خواب ببینی از یه فاصله خیلی زیاد داری سقوط میکنی؟ آره خیلی هم حس بدیه. خب توی زندگی عادی تا حالا شده از یه جای خیلی بلند سقوط کنی؟ ها؟ خب پس از کجا تونستی تو خواب تصور کنی؟ خب حاجی سنگین گفریدیم. خدا بگم چیکارت نکنه. خدایا خودت این جواب سوال رو القا کن. اگه خدا همه چیزو میدونه و از قبل تعیین شده، پس دیگه دعا چه تأثیری داره؟ ها؟ دیگه داره از شوخی میگذره. چرا از افکار ترسناک ساخت خودت باید بترسی؟ بابا تر زدی به آزمونای قبلیمون، اقلا این آزمون رو ول کن. شاید مشکلات سوالا نیستن، زمان پرسیدنشونه. حاجی اینو میسپارم به خودت. وایسا یه لحظه.